درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 22. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می‌شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه‌ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه‌های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می‌یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتاب سیوم، باب یکم. شاه ارمنی ها، آیا می خواهی که در اینجا بیمانی و با گرسنگی و تشنگی مبارزه می بری و یا راضی می شوی که به وادی فرآمده با ما جنگ می کنی؟ شاه ارمنستان جواب داد که او هم از گرسنگی و هم از جنگ کناره‌گیری کردن می خواهد. پس کوروش باز به واسطه قاصد پرسید: چرا در کوه‌ها قرار گرفتنت را دوام می دهی و به اینجا پایان نمی فرایی؟ و من تصمیم گرفتن دشوار است که باید چیکار کنم، جواب داد شاه. به تو عموماً اندیشه کردن لازم نیست. تو می توانی پایان فرآمده در نزد محکمه جواب دهی. کی حکم می شود؟ روشن است او کسی است که خدا به این هم به او امکان داده است که با تو هر چی خواهد همان را می کند. در اینجا شاهی ارمنی با ضرورت تسلیم شده به وادی فرآمد. کوروش او را با همراهانش و مال و ملکش در مابین گذاشته در گرد و اطراف آن قرارگاهی برپا نمود و تمام لشکری کوروش الکی همراهی او بودند. در حالی که این واقعه ها رخ می دادند، پسری کلانی شاه ارمنی تیگران از جایهایی که گریزگاه قرار داده بود برگشت. یک وقتها او با کوروش همراه به شکار رفته بود. پس از آگاهی از حادثه او در حال به همان لباسی که پوشیده بود راست به نزد کوروش رفت. وقتی که تیگران پدر، مادر، برادران و زن خود را در اسارت دید، طبیعی است که به گریه درآمد. کوروش با او واخورده نسبت به او یگان احساس دوستانه ظاهر ننمود و تنها قید کرد: تو در وقتش حاضر شدی تا در محکمه شرکت ورزی که در آن پدرت جوابگو است. کوروش فوراً نمایندگان خشونهای نظامی پارسی و مادی را دعوت کرد. او همچنین نخبگان ارمنی را که در نزدیکی بودند با آنجا دعوت کرد. زنان ارمنی را که در فایتونهایشان نشسته بودند نرانده به آنها نیز اجازت داد که در مرافعه اشتراک نمایند. همه رسمیات را به طور بهترین مرتب ساخته کوروش سخنش را چنین آغاز نمود: شاه
ارمنی ها، پیش از همه می خواهم به تو مصلحت دهم که در دادگاه سخن حق را گویی تا تو را از کرداری که از جمله باعث بدبینی سخت می گردد آگاه سازم. تو باید خوب دانی که شخصی که در دروغگویی فاش می شود از همه کمتر به همدردی امید داشته می تواند. علاوه بر این درباره تمامی کردارت فرزندان تو و همچنین این زنان و ارمنی هایی که در اینجا حضور دارند خبردار خواهند گشت. اگر آنها شنوند که تو دروغ میگویی و حقیقت حادثه را نمیگویی، من به حقیقت خواهم رسید و ایشان چنین میشمارند که تو خودت را به جزای سخت‌ترین محکوم کرده ای. ای کروش، درباره هر چیزی که میخواهی از من بپرس، جواب داد شاه ارمنستان. اما من از آن که به من چی حادثه رخ میدهد تنها گپ حق را خواهم گفت. پس به من بگو که تو یگان بار با پدری مادری من استیک و بر ضد همه مادهای دیگر جنگ کرده ای؟ بله، جنگ کردم. از جانب او مغلوب شده. آیا تو راضی شده ای که خراج پرداخت نمایی و با درخواست اولین او با لشکرتان به نبرد همراه شوید و این چنین در کشورت باید استحکام ها نداشته باشی؟ بله، همین طور بود. پس چرا امروزها نه خراج می سپاری، نه قوه های نظامی می فرستانی و استحکام ها می سازی؟ من می خواستم آزاد باشم. به نظرم عجیب می نمود که خودم به آزادی رسیده آن را به فرزندانم نیز میراث گذاشتم. در حقیقت، جواب داد کروش، برای آزادی مبارزه بردن عجیب است، اما اگر شخصی که در جنگ شکست خورده است و یا با راهی دیگر به غلامی رسیده است و تلاش او برای فرار از خواجه خیش فاش شود، آیا تو او را مرد شجاع شمرده می توانی که کاری نجیبی به انجام رسانیده است؟ و مگر تو اگر او را دستگیر کنی پیش از همه همچون جنایتکار جزایش نمی دهی؟ البته جزا می دهم، زیرا تو به من امکان نمی دهی که دروغ بگویم. نباشد به هر یک سوال زیرینم پاسخ بگو. اگر یگان نفر از منصبداران جنایت صادر کند، او را در منصبش میمانی و یا به جای او شخص دیگری را میگذاری؟ شخص دیگر را میگذارم. اگر او پول زیاد داشته باشد، به بایگریش دست نمیرسانی و یا تصرف مینمایی. البته هر چیزی را که در بساطش دارد تصرف خواهم کرد. و اگر درک یافتی که وی به طرف دشمن گذشته است، در این مورد چه کار خواهی کرد؟ من او را به قتل میرسانم. جواب داد شاه ارمنستان. به جای آنکه در دروغگویی فاش شوم، با گفتن حقیقت مردنم بهتر است. پسر شاه ارمنی این سخنان را شنیده، کلاه شاهیش را از سر پرتافته، لباسش را پاره پاره کرد و زنان با آوازی بلند داد و فریاد زدند و رویهایشان را خراشیده برای پدر خود، مرگی در پیش استاده او و هم مرگ خودشان ماتم گرفتند. آنگاه کروش به آنها فرمان داد که سکوت ورزند و گفت بگذار همین طور شود. پس چنین است نظری تو نسبت به چیزهایی که آنها را عادلانه می شماری. اما در استناد به همه این تو مصلحت داده می توانی که ما باید چگونه رفتار نماییم؟ شاه ارمنستان سکوت کرد و در وجودش قوتی به کروش توصیه دادن قتلش را
پیدا نکرد، ولی در عین زمان به کوروش پیشنهاد کردن کار دیگری را دشوار دانست، مگر اینکه خود او به قول خودش در چنین حالت چگونه رفتار میکرد. در این حال پسرش تیگران با چنین سوال به کوروش رو آورده گفت: به من بگو کوروش، از بس که پدرم احتمالاً در پاسخش درمانده است، آیا برایم اجازت است تا مصلحت دهم که با او باید چگونه رفتار کند؟ باوری دارم که این مصلحت برایت بیشتر مفید خواهد بود. کوروش هنوز در آن روزهایی که با هم شکار می کردند می دانست که تیگران در جماعت کدام حکیمی که مخصوصاً او را می پسندید وقت زیادش را گذرانده بود. از این رو کوروش برای شنیدن آن چیزی که او گفته می توانست به شوق آمده به تیگران اجازت داد که هر چیزی را که موافق می داند بیان سازد. من برایت مصلحت می دهم ای کوروش که اگر هر آن چیزی را که پدرم می خواست و یا الکی به اجرا رسانیده باشد معقول دانسته، بر رفتار او پیروی نما. برعکس اگر به نظر تو چنین نماید که او در همه کارهایش اشتباه کرده است، توصیه می دهم که از او پیروی نکن. پس عادلانه رفتار نموده. من هیچگاه به شخص مانند بودن نمی توانم که اشتباه می کند. بله، همین طور است. پس اگر مصلحتت را دنبالگیری نمایم، پدرت را باید جزا داد، زیرا جزا دادن شخصی که جنایت صادر کرده است از روی عدالت است. اما به من بگو کوروش که هنگام تعیین کردن این یا آن جزا می خواهی که آن به نفع تو ارتباط داشته باشد یا برعکس به تو ضرر رساند؟ در چنین حالت من خودم را جزا خواهم داد، جواب داد کوروش. اما تو کوروش اگر آدمانی را که در اطاعتی تو هستند به قتل رسانی، چیزهای زیاد را از دست می دهی، در حالی که با حفظ نمودن حیات آنها فایده کلان به دست آورده می توانی. اما تیگران آدمانی که برای صادر نمودن جنایت محبوسند چه ارزشی داشته می توانند؟ آنها در حال ارزشمند شده می توانند که اگر خرد را کسب نمایند. به نظر من کوروش وضع چنین می نماید، زیرا بی خردمندی تمام خصلت‌های دیگر بیفایده خواهند بود. چی سود از مردی توانای و دلیر است که اگر او از خردمندی در سوارگردی ماهرانه فرسخ‌ها دور باشد؟ در چنین حالت از ثروتمند یا توانا چی سودی خواهد بود؟ ضمناً هر دوستی که با خردمندی فرق می کند همیشه سودمند است و هر خدمتگاری که خردمند است خدمتگاری خوب است. تصدیق می کنی که پدرت یک روز از بی خرد به خردمند تبدیل یافته است؟ بله، محض همین طور است. از اینجا خلاصه می‌براری که خردمندی یک حالت معینی روحی مثل غم و اندوه است، نه موضوعی معرفت. اما آخر در مدتی کوتاه از بی خرد به خردمند تبدیل یافتن کسی امری محال است، زیرا اول باید عقل و خرد کسب نمود و تنها بعد از آن خردمندی را به دست آوردن ممکن است. چرا نه کوروش؟ آیا تو چنین آدمانی را ندیده ای که بی اندیشه بر رقیب قویتری خود حمله آورده بعد مغلوب شده اند و در حال از تلاش های بی عقلانه شان رها خورده اند؟
و باز هم آیا تو چنین حادثه ها را نمی‌دانی که بعضی دولت ها اولین شده به مقابل دولت های دیگر جنگ را سر کردند و سپس مغلوب گردیده تیار بودن خود را به فرمان برداری جانب پیروز اظهار کردند؟ درباره کدام مغلوب شوی پدرت حرف میزنی تیگران که چنان اصرار میکنی او را خردمند کرده است؟ بله، درباره آن مغلوب شوی سخن می رود که به نام زیوس قسم می خورم آن را در عمیقی نفس خیش احساس می کند. برای آزادی تلاش ورزیده او به جای آن بیش از هر وقت فرمان بردارتر گردید. آن چیزی را که پنهان داشتن می خواست آشکار گشت و کوشش مقابلت نمودن باعث مغلوبیت خود او گردید. اکنون او درک می کند که تو توانستی چنانه که می خواستی طفره زدی، همان طوری که کس نابینایان، کرها و یا تماما بی عقل را فریب می دهند. و تو باشد چنان که حالا به او کاملا روشن است میسر گردید که نقشه های حربی خود را کاملا پنهان نگاه داری. چنین اشتباهات به آن آورده رساندند کوه‌هایی را که او به آنها همچون پناهگاه مستحکمش امید داشت تو توانستی نامعلوم و ناعیان به زندان او تبدیل دهی. در صورت تغییر موقع باشد آنچنان از او پیش گذشتی که پیش از آن که او لشکرش را جمع آورد تو به قرارگاهش بر وقت‌تر نزدیک آمدی. پس تو فکر میکنی که چنین ناکامی و اعتراف برتری کسی دیگر بر خود انسان را خردمند میگرداند؟ پرسید کروش. به اندازه خیلی بیشتر از شکست حربی، جواب داد تیگران، زیرا که در محاربه مغلوب شده میتواند با مشقهای گوناگون جسمش را با قوت نموده امید بسته میتواند که رقابت را از سر گیرد و دولت‌هایی که از دشمنی پرزورشان مغلوب شده اند امید دارند که با دریافت هم پیمانها امکانیت پیدا می کنند که مبارزه را از نو آغاز نمایند. برعکس آدمان اکثراً و بدون مجبوری به آنهای اطاعت می کنند که برتری آنها را نسبت به خودشان به آسانی اعتراف می کنند. تو تیگران شاید گمان میکنی که آدمان جسور در عمر خود آدمان خردمند، دزدان پاک وجدانها، دروغگویان راستگویان، بی انصافها عادلان را ندیدند. نخواد تو نمیفهمی که پدرت اکنون هم ما را فریب داده شرطنامه با ما بسته شده اش را ویران کرده است، حالان که نظم میدانست که ما شرطهای عهدنامه یک وقتها با استیک بسته امان را ویران نکرده ایم. شما گفتار 22 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.